түрүндө жазасы белгиленсин. دادگاه در شهر بیشکک به پرونده پرسر و صدای سیاسی در قرقیزستان نقطه گذاشت. 8 نفر از جمله رئیس پیشین کمیته دولتی امنیت قرقیزستان قمچیبک تاشیوف در تلاش غصب قدرت گناهکار اعلان شدند. تاشیوف به 4 سال حبس محکوم شد اما شرطاً در آزادی میماند. حکمی به این مانند نسبت به 7 تن دیگر از جمله رئیس سابق پارلمان قرقیزستان نورلانبek تورغونبek اولو اعلان گردید. Qamchibek Qidrshaevich Qirg'iz Respublikasi qilmish jazo kodeksini دادگاه یکم می در بیشکک روز 2 ایول گفت با نظرداشت آنکه جنایت هنوز صادر نشده بود و اصلاح محکوم شدگان به زندان امکان داشت چنین تصمیم گرفت. پیشتر دادستان به آنها 9 سال زندان طلب کرده بود. وکیل تاشیوف میگوید با قرار دادگاه راضی نیستند و بعد دست گرفتن حکم عریضه شکایتی می نویسند. قمچیبک تاشیوف ماه اکتبر سال 2020 همراه رئیس جمهوری حاضره قرقیزستان صادر جباروف اتحاد سیاسی تشکیل داده بود. تاشیوف در منصب رئیس کمیته امنیت و معاون رئیس دیوان وزیران یکی از چهره‌های با نفوذ در قرقیزستان به شمار می رفت و در قبول قرارها نقش کلیدی داشت. بسیاری از ناظران حکم دادگاه را همچون پایان اتحاد سیاسی تاشیوف و جباروف ارزیابی می کنند. در تاریخ معاصر قرقیزستان قمچیبک تاشیوف نفر دوم است که با داشتن عنوان عالی قهرمان قرقیزستان محکوم شده است. پیشتر همین سرنوشت نصیب پرزیدنت سابق قرقیزستان المازبek اتامبایف شده بود.